آی سلطانه 3 ساعت تیر شد اما یک لقمه غذا را آماده ساخته نتونستی. سلطانه کجاست پنار؟ همین آمده بود خانم، با هم به اتاق رفتن. خوب است. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. حالا دیگه تو کمی عجله کن. دخترم وقت غذای او طفل تیر شده، میفهمی که چی میگم؟ زود باش. طفل گرسنه است. حالا دیگه. آی درست است. تو با طاهر سلام بگو به از او هر چی لازم باشه انجام میده. خداحافظ. خداحافظ. ناخدا جگر خون نساز. اعصاب قشم کده مقبول تر میشه. درست است اما یک عالم مصرف میشه. توبه. تو چرا در مورد این مسائل فکر میکنی جانم؟ همیشه به تو دردسر ایجاد میکنم یوسف. اول خب پول پدرم، باز مریضی کاکایم، حالی هم میموتر. هوا ورقه میسازی ها؟ بین ما و تو این گپ وجود داره؟ ما بسیار قرضدار تو شدم یوسف. اگه میخوایی یک حساب باز کنیم، ما و تو زندگی خدا با هم تقسیم میکنیم. تو در این مورد هیچ فکر نکن. ایره بگی. ای چی است؟ کارت اعتبار. فعلا هواکارا گل نوشته شده اما بعدا خانجی اغلا خواهد شد. اما به هیچ چیز ضرورت بود، چرا این کار کردی؟ میشه ضرورت پیدا کنی. هر وقت من همراهت نمی باشم. حالا خب پدرتون نیست، شاید برش ضرورت پیدا کنی. نباید محتاج کسی دیگه شوی. تو در مورد کل چیز فکر میکنی؟ بعضی وقتا فکر میکنم ما به تو هیچ چیز نکردیم. تو جانم هستی. یوسف، بعد دکا که در تمام عمرت همیشه در کنارم میباشی و هیچ وقت استمایلا نمی کنی. ما همراهتونی همراه خود وعده میکنم. در تمام عمر فقط تو را دوست خواهد داشتم. من فقط با عشق تو از دنیا خود رفتم. حالا دیگه داخل برو. خنک نخوری. تو هم داخل بیا با هم غذا بخوریم. نه خیر، ما غذا خوردیم. بعد برم کباب و ماده ساخته بود جانم. ما هم همراه دوستان نوش جان کردیم. ای که تو کباب خوش داری و از کجا میفهمه؟ او تنها متوجه کارا نمی باشه. واسه کارتر زنگ زده و پرسیده ما چی را خوش دارم. بسیار خوب است. خوش شدم جانم. هستی که مثل بالا هم کار پیدا کردی. ما دیگه میرم. نباید تو رو در کارا تنها بانم. بیچاره از صبح که آمده اونجا کار میکنه. نباید تو رو تنها بانیم. متوجه خودت باش. چیزی کار داشتن خانم؟ سلطانه تو فکر میکنی که ما از هیچ کار تو خبر نمیشم اما تارس؟ ها؟ ما در هر جای گوش و چشم دارم. ایره فراموش کردی؟ خدا نکنه خانم،
شما چه قسم گپ میزنین؟ با خدا مام تازه خبر شدم خانم حمیده. پس چرا به من نگفتی ها؟ چرا برم نگفتی؟ فکر میکنی او تنها با رفتن به او کورس قناعت خود کرده؟ یا که میخوای آهسته آهسته او را وارد خانواده ما بسازی؟ چطور؟ امین تو اشتباه میکنه. منور دیگه امین فراموش کرده، فهمیدی؟ تنها خواست او درس خواندن و کامیاب شدن در دانشگاه. این موضوع دیگه بسته شده، ای را خوب در ذهنت جای بده. شما هیچ تشویش نکنین خانم. بیازو ما خودم در مورد همراه امین گپ زدیم. برش گفتم اگه آسمان به زمین بخوره شما بازم به هم نمیرسین. پس چرا هنوزم به این خانه رفت آمد میکنه؟ بیچاره بسیار مریض است. بیچاره هیچ آرامش نداره. چی کنه دیگه؟ پیش مادر خود آمده. اگه اجازه تان باشه من برشک جوشانده آماده میکنم که او را بنوشه و بره. بیازو از اتاقش بیرون نمیشه، درست است؟ به خدا خسته شدیم، از تو هم خسته شدیم، از این امین تو هم خسته شدیم. نباید اینجا دیده شود. اگر نه باور کو هر دویتان از اینجا بیرون میکنم. البته که دیده نخواد. بس از دیگه. اینجا بیا. بیا داخل برو، گفتم داخل برو. خواهر چی میکنی؟ دست ما گوار کردی؟ شکر بکش که نشکستاندمش. با مسئل کن توی گوشا و چشمایت فقط به خاطر ما استفاده میکنی. گپ مفهومیدی؟ چرا در ظرف 2 ثانیه به خانم حمیده خبر رساندی که امین آمده ها؟ خانم حمیده خودش پرسید، من برش چی میگفتم؟ هیچ چیزی برش نمیگفتی. بعد از این هر کسی که هر چیزی از تو احمق پرسید چطور دیدی بگو ندیدین. فهمیدی گمشو؟ شیشک آمدی دخترم؟ دخترم خوب میفهمی که به تشویشت میشم. آدم یک بار زنگ میزنه خبر خو میته دخترم. معذرت میخوای مادر. به مده ای روزا که ای فکر مانده. یک مشکل خلاص میشه دیگه شروع میشه مادر. باز چی شده؟ نه که پدر تمام پول مصرف کرده. به نظرتان پیش پدرم پول میمانه؟ ها؟ البته که مصرف کرده. اما من یک راه پیدا کرده پول جونی تا برش رساندم. از کجا پیدا کردی؟ بگو نه هوا. غیرت باشه جنید بیادر. فکر میکنم دیگه هم کلام نخواد شده. گپاربان محمد بیادر باید با هم گپ بزنیم. نه که دیشب از امی خاطر خانه ما آمده بودی. وای پس تا هم مره دیدی؟ از گیر ما چیز خطا نمیره صدقیت شم. راستش من به تشویش شدم که چی کار داشتی؟ یک قسم در تلفن گفته نمیشه. باید هم دیگر رو ببینیم.
میشه که به دکانم بیایی؟ تو دکان واس کردی و بالا اما قاق نداشتم که خبر میدادی به خاطر تبریکی یگان چیز میآوردم. خیر باشه. در نزدیکی همون کورس است. 1 ساعت بعد منتظرت هستم. درست است؟ تو مرا کدام آدم بیکار فکر کردی چطور؟ ما از خود یک عالم کاربار دارم. یک روز دیگه برات زنگ میزنم. خب پس درست است. باده خانم همیشه با چیزی مصروف می باشین که تفریح کنین. عادت ندارم تا وقتی که کارم تمام نشده تفریح کنم. آرام نمی باشم. این قسم که از پس ما به خاطر تشکر از تمام زحمت هایی که به خاطر شرکت به خرج دادن ایره براتان گرفتیم. از برکت شما مارکت خدا بسیار زودی افتتاح میکنیم. بسیار تشکر. زنده باشین محمد خان. مهربان هستین، اما من ایره به تنهایی قبول کردن نمیتونم. باز همراه دیگه همکارا حق تلفی میشه. افق بیا ببین که محمد خان به ما چی آورده. شما بسیار خوب میفهمین که از کارگرها چه قسم تشکر کنین. خسته نباشین. تشکر میکنم. خسته نباشین دوستا. زنده باشی. به هر صورت ما دیگه میرم. در شرکت یک عالم کار دارم. بعداً لازم نیست خود زحمت بتین. ما همراه ای دوستا کارا رو تمام میکنیم. ای که در بین همه مرد شما تنها باشین باز خوب نخواد شد خانم بادا. پس شما به هم جنس هایتان هم اعتماد ندارین. اما ما همراه هر قسم انسان جور آمده میتونم. شما هیچ تشویش نکنین محمد خان. خب به هر صورت ما دیگه میرم. اینه بازم از دروغ پیدا شد. همو تو نیست؟ مادر فکر میکنین که من نمیخوایم انسان صادق باشم ها؟ خب میگین من چی میکردم؟ اگه نمیگفتم کاکای مریض است پس چی بهانه میکردم؟ او پول چی قسم ازش میگرفتم؟ اگه او پول بعد از نمی آوردم باز جنید مستقیم پیش یوسف میرفت تمام حقیقت برش میگفت. در ذمه او پول قرض گرفتیم. وقتی پدرم به کار شروع کرد به مرور زمان قرضش خود پرداختم. شما تشویش نکنین. هوا بیبی دخترم هیچ کس به موجب به کسی بدی نمیرسانه. هر کسی که دروغ میگه از خود یک دلیل قانع کننده می داشته باشه دخترم. اما این حقیقت تغییر میده؟ نه خیر. باید بگویم که تو یک بار دیگه هم نامزدت فریب دادی. گناهی و بیچاره را به گردن گرفتی. محضی میترسم که در آینده شما به مشکل مواجه نشین. مادر فکر میکنین من به این وضعیت خوش هستم؟ امی قصه معلوم میشه؟ شما این حالت من رو نمیبینین؟ هر لحظه خدا با ترس سپری میکنم. باید هم امی قسم باشه. یک بار نشده که واقعیت بگویی باز آمده پیش ما گریه میکنی که موتر من خراب شده. این موضوع با من چی ارتباطی داره مادر؟ این موضوع با من چی ارتباط داره؟ ربط داره دخترم. هوا بیبی دی دنیا هر چی کشت کنی همون رو درو میکنی. اگه بخوای که زندگی تا قسم با مکر و فریب پیش ببری باز ده هیچ کارت موفق بودن نمیتونی. هر بدی که انجام داده باشی یک وقتی نه یک وقتی پیش روی حتما میایه جان مادر. البته وقتی که خداوند ازت راضی نباشه باز طبعا که به همین قسم مشکلات دچار میشی. هیچ لازم نیست که دور بریم دخترم. مثالش پیش روی هست. پدر طبیبی، خاله طبیبی، کدامشان در زندگیشان خوشبخت بودن؟ تو دعا کو که خداوند تو را از بدترش نجات بده. آمین. خداوند نجات بده. دوستا با امروز دیگه کافی است. همه چیز همی قسم بانین فردا ادامه میتین و لازم نیست که فردا بسیار وقت بیاین. خوب استراحت کنین. و چی فکر میکنی؟ نه چیزی نیست. تو از صبح به این طرف همین قسم هستی. حتما چیزی هست که گفته نمیتونی. حالا بگو دیگه. خب راستش یک گپ خواه است، اما نمیفهمم که چه قسم براتون بگویم. یعنی نمیفهمم که نواقص بعضی جایایش باید بگویم براتون یا نه. بهتر از خودتان ببینن. شما در قصه گپای من نشین. بیازو در روی نقشه عالی معلوم میشه. شما و محمد خان ایره پسندیدن. فکر کنم اشتباه از خودم است. این قسم نمیشه. ما مسئولیت اینجا را به تو سپردیم.
مفکوره تا بگو که من بفهم. راستش این گپ زیادتر به خانما مربوط میشه. من تا حالا مارکت جور نکردم اما به خریداری زیاد رفتم. یعنی چی؟ یعنی چیزی نیست که به شما گفته بتانم اما براتون نشان دادم میتونم. چطور نشان خواد دادی؟ منتظر باشین من زود پس میایم. بله. خاله یوسف هنوز خانه نامده؟ نه نامده. حالا من کار دارم بعدن گپ میزنیم. درست است؟ خداحافظ. خانم هوا زنگ زده بود. با تشویشی یوسف بچیم از همه تو نیست؟ ده کجاست؟ همراه کی است؟ خانه نامده؟ خانم سلطانه جان، ما آدم ها را خوب میشناسم. ده ای گل صبح ده مغز دختر تخم شک و شبه کاشته شد. هنوز شام نشد که تخم گل کد و ثمریش ما دیدیم. به خدا راست میگی خانم امیده. چی بگویم دیگه؟ به خاطر که قلب او دختر ناپاک است. هر کس مثل خود فکر میکنه. بیبی از خاطر حرصش خواهرش تباه ساخت اما خودش هم تباه خواهد شد. و بعد از او مام یک روز پیدا خواهد کردم که مناسب خانواده ما باشه انشالله. پیدا میکنی انشالله. بچیم. هوا؟ ده ای وقت کجا میری دختر؟ میرم کم پسته میخرم مادر. نیکی عقلت از دست دادی. ده ای وقت کسی بیرون میره؟ به زود دکانام بسته شدن. چی کنم دیگه مادر؟ دلم شده ده وقت تماشا کردن سریال میخوریم. زود پس میایم. درست است؟ درست است. ایره چرا آوردی؟ شما رو به خریداری میبرم. بفرمایید. درست است بریم. فهرستم آماده ساختم. شروع کنیم؟ حالا فکر کنین که ما زن و شوهر هستیم و 2 دانه طفل داریم. دختر هستن یا پسر؟ منظور ما تعداد اعضای خانواده بود یوسف خان. درست است. اما میفهمی که مردا از کارهای خریداری و قدر خوششان نمیاد. میفهمم. بیا زویی گپ از همین خاطر گفتم. خانم‌ها اول یک فهرست آماده میکنن، بعدن همراه همسرشون وعده میکنن که زود خلاص خواهد شد. ما درست با همین وعده شما را اینجا آوردیم. در شروع فهرست هر خانم به احتمال زیاد خوراک، میوه‌جات و سبزیجات میباشن، اما به خاطر گرفتن این چیزا مطمئنا یک بار به طرف بخش شیرینی بابا میآین. یعنی اگه در فهرست شیرینی هم نباشه بازم میگیرن و بعداً به خاطر پنهان ساختن این کارشان طرف بخش سبزیجات میرن. حتی اگه هیچ کاری هم که نشه بازم طرف چپسای مساله‌دار خو یک بار میرن یوسف خان. اگه با ما یک آب جو نگیری بازی نخود آراد زندگی نمیخوام. اما در فهرست خو آب جو نیست. شیرینی هم نیست. چپس هم نمیبینم.
من اینا رو به اطفال گرفتم. اینا به هم دیگه چی میگن؟ بله این آخرش بود. خریداری ما تمام شد. حال پولش میپردازم. خب نظرتان در مورد مفکوره ما چی است؟ مفکورت خود چیزی گفتن نمیتونم، اما طرز قناعت دادنت بسیار عالی بود. اگه بگویم خوشمون آمده دروغ گفتیم. باور کنین این قسم بهتر خود بود. اما تنها با یک شرط قبول میکنم. چی شرطه؟ با امروز دیگه کافی است. باید خانه رفته استراحت کنی. نه نمیشه. یعنی هنوز تمام مفکورهای من روی نقشه طرح نکردم. اگه محصولات بیایه باز مشکل پیش خواهد شد. یک عالم خریداری کردی، اینا رو باید خانه ببری. نه خیر نمیشه یوسف خان، رفتن نمیتونم. و دوست انجینیر ما زنگ زده باید این نقشه رو تا صبح طراحی کنم. اگه نه کارای مارکت چند روز بعد تعویق میفته. خیر است، چی فرق میکنه؟ بیا از زیاد کار کردی، خسته شدی. اگه این قسم ادامه بدی مریض خواست شدی. باز وقت کارا دا اینجا بخی پس میمانه. درست است، هر قسم که خواسته باشین. بس بیا که غذا را به موتر انتقال بدیم. بیا ما تو را میرسانم. نه لازم نیست، بیا زو ما همراه موتر آمدیم. اعتراض قبول نمیکنم. تا این وقت شب نباید تنها بری. درست است، این گپتان هم معقول است. راستش باده طرز دید تو بسیار متفاوت است. از یک چیز به ارزش بسیار یک مفهوم عالی میکشی. بسیار تشکر. نمیفهمم تا این تجارت فایده داره یا نه، اما وقتی شما در نزدیک من باشین حتما موفقیت در بر داره. نزدیک تو؟ در تمام روز متوجه صحبت‌های شما با کارگرا بودم. تمام شب با اسامیشون صدا میکنین، از مشکلاتشون با خبر هستین. به جایی که در گوشه 6 تا فقط بررسی کنین با اونا یک جای عرق میریزانین. با خاطر که کار از مس باده. اگه ما همراهشان کار نکنم پس کی کار کنه؟ پدرم هم صاحب شرکت است، اما تا حال هیچ وقت از او قسم یک رفتار ندیدم. به نظر او صاحب شرکت بودن یعنی که به هیچ چیز دست نزدن. او ترسی را که کارگرها ازش دارن احترام فکر میکنن. یه قسم نگو. بزرگای ما حتما چیزای بیشتر از ما میفهمن، اما ما در کل به کار گروهی اعتماد دارم. بیاز وقتی که ما در خارج بودم شاید فوایدی کار بودیم. ما هم همین نظر دارم. به خاطر اختلاف نظری که با پدرم دارم با او جور نمیایم و همون تو به دلیلی که نمیخوایم این بالای روابط خانوادگی ما اثر بگذاره کار رها کردم. بسیار با زحمت شدیم. بسیار تشکر. شبتان خوش. با تو خوب استراحت کن. میفهمی که فردا زیاد کار دارم. درست است. خسته نباشی. زنده باشی. خاله سلطان جوشنده را به کی میبره؟ کس مریض است؟ نمیفهمم. من خبر ندارم. امینم بچم، هر دیگه بخیس. بیبی بر جوشنده آماده کده، هر دیگه بخیس. چقدر وقت میشه که خوابیدیم؟ شام شده یا نه؟ بله شده. چی؟ مادر چرا مرا بیدار نکدین؟ چرا مرا ماندین که بخوابم؟ اگه یوسف ویدر یا منور مرا ببینه چی خود شد؟ چرا مرا بیدار نکدین مادر؟ بچه ور خطا نشو. ما از خانم حمیده اجازه تا گرفتیم. بگی جوشاده تا بنوش. مادر شما چی میگین؟ حالا کسی خواهد آمد. نمیخوایم که امرای یوسف ویدر یا کدام کسی دیگه مقابل شوم.
شام بخیر یوسف خان. شام بخیر مراد. خب دیگه بعد از این لازم نیست بازار بریم، همراه سبزی های مارکت خود سلات جور میکنیم. بیادر تو ده اینجا چی کار داری ها؟ بسم الله. بیادر تمام گپا را برات میگم. چی رو میخوایی برام بگو یا؟ بیادر شما غلط در کردین. فکر میکردم که تو آدم هستی. به شرف با کدام جرات مقابل ما آمدی؟ چی گپ است؟ آرام با باشین کدام یوسف. رید مقابل ما آمدی؟ با کدام جرات؟ بچه آدم به خیرات. آرام باشین بیادر. یوسف تو در خانه ما چی میکنی احمق؟ تو چی مشکل داری بچین بانش که بره. بچیم ما با تو چی گفته بودم؟ برات نگفته بودم که دیگه امرای به شرف نبینم تا؟ بیادر با خدا نمیفهمیدم که همین اینجاست. ماما میال دیدمش. بیادر منور راست میگه، او از یه چیز خبر نداره. او نمیفهمید که من در اینجاستم. احمق من از تو پرسیدم. از تو پرسیدم. یوسف صورت خان. دیگه در نزدیکی خانم نبینم. گپ من فهمیدی؟ هرچی که بگوین حق دارین. کسی که عشق خدا به دست آورده نتونه او آدم نیست. مرا بکش که تو هم آرام شوی بیادر. گم شو دیگه از اینجا برو. گم شو اگر پشیمانت میسازم. اگه یک دفعه دیگه تو را نزدیک من نوریای خانه ببینم از بین میبرمت. گم شو از اینجا برو. بگی بچه تا از اینجا ببر. برو دیگه گم شو. برو بچه. سلطان ایر از اینجا ببر. حالا زود شو دیگه. حالا ببرش. بچه اوه. اگه پسته نداریم بجاش بیسکیت خود داریم، اما تو نیست. هوا؟ تو را کدام چیزی ناراحت ساخته دختریم؟ ها، تو از گپای من ناراحت شدی همونطور است؟ دختری یک دانیم. قسم لبروی تا کشال نگی. من مادر تو هستم. ما تو را بسیار دوست دارم. اگه مرای درسته برات نشان نتم باز در آینده بسیار رنج خود کشیدی. مادر میخوایم از تمام سیاهی نجات یافته کاملا پاک شوم. میخوایم تمام گناهایم شسته شود. میخوایم یوسف مرا همیشه دوست داشته باشم. میخوایم همیشه خوش باشم. نمیخوایم اون از دست بدم. اگه از راه راست منحرف نشی باز هیچ وقت حتی کابوس هم نمیبینی. حالا خود تصمیم خود گرفتی دختره. بیبی فردا با تو یک روز کاملا جدید است. همراه نامزدت ملاقات خواد کردی. شاید رفتم موترتون بگیری. یوسف و تو موترم یاد میته. اوهی دختر مقبول من. خدا جگر خون نساز. درست است.
حمیده بین امین و منور کدام گپه شده؟ ازی بیشتر مام نمیفهمم به خدا یلماس خان. همون وقتی که فهمیدم او بچه چشمش به دختر ماست او را از این خانه بیرون کردم. چرا به من تا حال نگفتی خانم حمیده؟ بچیم یلماس خان یوسف تو کجاستی؟ کجاستی؟ منور چی گپ از دخترم از برای خدا ها؟ دلیل این ماجرا چی از دخترم ها؟ از برادرت پرسیدم گفت که همراه منور گپ بزن و رفت. اگه فکر کنم که به خاطر مسئله کورس بوده خو امکان نداره. من بچه خودم میشناسم به خاطر این گپای عادی قسم خود از دست نمیته. بلیاز خدا دختر بگو که چی گپ است. وقتی به همین گفتم کمرای و ایگاره رسی میکنم. خب امینا باز همراه سلما. خدای من دخترم این دختر نزدیکترین دوستت به جای خواهرت نبود؟ شاید نبودم مادر. خب برادرت از دیگه پاس کجا خبر شد؟ من برش گفتم. اگه سلطانه از این همه خبر داشته باشه باز من همراش کار دارم. حالا به این امین بی شخصیت من چی بگویم ها؟ بی شرم و بی غیرت. هر قسم اشتباه انجام میته باز میآید در خانه ما لم میته. بچیم کار خوبی کده. آفرینش به خدا. انوزام برش کم بود. خوب شد که خونه او در گردنش نشد. مادر من سرم این بسیار قهرستم ازش نفرت دارم اما هنوزم دلم درد میکنه قلبم درد میکنه. دخترم این قلب است هر قدر تو به خدایا اینا زبان مرام بیخی کثیف ساختن. این قلب است قلب. سر هر نفر بی شخصیت عاشق میشه یعنی مثل تو. اما من برات گفته بودم نگفته بودم ها؟ برات نگفته بودم که این امین لیاقت تو را نداره؟ نگفته بودم که این امین به اندازه تو پاک نیست؟ امین زندگی خود ساختن نمیتونه باز از تو چطور مراقبت خواد کرد؟ برات نگفته بودم ها؟ به هر صورت تو هم دیگه به امی بهانه او را از قلبت بیرون خواد کردی. بیادرم کجاست مادر؟ اما چی بفهمم؟ او بیچارم از عصبانیت نمیفهمید چی کنه اما این کارشم یک دلیل داره. به امی زودی آشکار خواد شد. تو تشویش نکن. شما با این کارتون مرا از بین خود بردین. به خدا از بین خود رفتم. توبه خدایا توبه. یوسف بچه ای چی وضعیت است؟ اما باید همراه شما گپ بزنم. بیا داخل. بیا جانم. میبخشه نامه که در این وقت مزاحم شدم اما دیگه جایی برفتن نداشتم. اما ای قسم نگو. حالا دیگه داخل بیا دیگه. خیریت باشه چی گپ است؟ بیاین بایدم جواب ندی. خوشگذرانی کو همراه دختر خوشگذرانی کو. خدایا بچه هیچ دلم نمیشه که تو رو به یک شهر بیگانه روان کنم اما
اگه اینجا باشی باز از دست یوسف حادثه رو خواد داد یک دانه. بیبی بچه تو حال به استانبول برو. فکرتم دیگه خواد شد، درست است؟ پیش توپراکم یک دفعه برو. او دخترم خوش خواد شد، هر کار که خواسته باشی برات انجام میده. وقت دی اینجا اوضاع آرام شد باز ما برات خبر میدم، درست است بچه؟ بیبی فعلا همه قدر پول دارم، بگیره. هیچ وقت خدا جگر خون نساز، درست است؟ هر وقت هر قدر که خواسته باشی من برات روان میکنم، درست است؟ ها بچه یک دانه. حالا پارتین خدا که حرکت است. حالا بچیم تو کجاستی بلیاز خدا؟ کم از تشویش قلبم استاد شوه. یوسف در فکر ما یک عالم گپای حق و ناق آمد. چی گپ از بچیم بگو که ما هم بفهمیم. گپ نیست پدر، گپ نیست. خواهر جان بشین که من میخوایم کمی همراهت گپ بزنم. بیاین بشینین. میفهمم که اتفاقاتی اواخر تو را بسیار جگرخون ساخته. اول اویگار به شرف، حالا میامین. البته ما مانع چیزی شده نتونستم منور. خودت میفهمی که تو با ماوی خانواده چه ارزش داری، اما اینقدر وقت تو بسیار مشکلات ما تحمل شدی، بازم ما به تو بعضی اوقات رسیده نتونستم. بیادر منور بیبی اگه از اینجا دور باشی باز خوبتر به خود رسیده میتونی. از این خاطر تو را فردا به انقره روان میکنی. این گپ دیگه از کجا شد؟ نه این امکان نداره، اصلا این گپ امکان نداره. یلماز خان یک چیز خوب بگو بلیاز خدا. این دختر در زیر پر و بال ما چی مشکلات را سپری کرد؟ حالا ما چطور منوره اونجا روان کنم یلماز خان؟ مادر ای به منور بهتر خواد بود. بچیم شما اولادای ما هستین. من خودم ای را خوب میفهمم که شما در کجا خوش بوده میتونین. در ضمن ای وظیفه مام است. مادر من بیادر منور هستم. وقت میگم بره پس باید بره دیگه. یوسف یک قسم با قهر و غضب تصمیم گرفتن به هیچ کس فایده نمیرسونه بچیم. بازی کن وضعیت منوره بدتر خود ساخت. به از او تازه به درسایش عادت کرده. ما در مورد همه چیز فکر کردیم. در اونجا در بهترین دانشگاه شامل میشه. یوسف اخ بجانب است بیادر. اگه این دختر از اینجا دور باشه باز میتونه فکرش طرف درسایش باشه. درسته سمایی دختر در اونجا تنها تو زندگی کنه. چی بفهمم؟ اگه ما بخوایم که همراهش برم باز شما اینجا چی میکنین یلماز خان؟ نمیشه که شما را رها کرده برم. ما اینجا تورانه به کی بانم شما بگوین. نه خیر، ما در عمر خود ای قسم یک تصمیم عجولانه را ندیده بودم. ما اجازه نمیتم. مادری تنها نمیره.
ما همراه امم گپ زدم. در اونجا همراه او می باشه. ما دختر ما اجازه نمیتونم که پیش او زن باشه یوسف و شما می قسم یکم نداری. آرام باشین پدر. شاید شما او را فراموش کرده باشین اما او همه ما هست. بازی اقدره فقط شما بدل گرفتین. امیم تمام چیزا فراموش کرده او موضوع را بسته کرده. هر وقت که میرم او در مورد یکا شما پرسان میکنه. هیچ نپرسه. از ما یاد نکنه. یوسف تو یک آدم خوب پیدا کرده نتونستی که دختر ما را پیش او امانت بانی. او منوره مثل خود ساخت فهمیدی؟ کاکا بچیم بیبی پدرت و کاکایت حق به جانب هستن. ما حتی اجازه نمیتم که امرای او به کوچه بره. این قرار خود جایش بان. چرا مادر؟ با خاطر مشکلاتی که بین او و شما وجود داره ها؟ میفهمین که امیم از منور چقدر خوب مواظبت میکنه. اگه منور پیش امیم باشه باز دل کل ما جمع خود بود. ما دیگه چاره نداریم. اگه خوبی منور خواسته باشین باز به این تصمیم راضی میشین. توبه بچیم تو دو پایه ده یک موزه کدی. عصای خودم به دست گرفتی و به راه افتیدی. حالا خود تو وقت تصمیمت گرفتی بچیم. فقط میخوایی که ایره به ما بشنوانی. تو نمیشرمی یوسف ها؟ تو هیچ نمیشرمی یوسف؟ شرم است شرم. تو مثل پدر و مادرم فکر میکنی؟ نه خیر. به نظر ما فکر خوبه کردی. ما میخوایم برم. درست است خواهر جان. این مشکل با هم حل میسازیم. حالا برو استراحت کن. برو. درست است. بیبی فشارت بسیار بالا رفته. یگان دوا برات بیارم ها؟ دختر دوا برم فایده نمیکنه. بچه خدا با دستای خودم رخصت کردم. بچه بیبی دختر شاید بچه‌م سنگ زده باشه. نه خیر خواهر، خانم هوا زنگ زده. یعنی چی دختر؟ که خانم هوا گفته میری؟ ها؟ برو چای دم که حالا دیگه. اینا در قصه غم و غصه کسی نیستن. غذای خودم میخواین. بگو دختر. بله خاله، در اونجا چی جریان داره؟ اینه بگو که یوسف خانه آمده یا نه؟ دختر جان کمی هایسته تر گپ بزن. سرم از درد میکفه. خاله لطفا جواب سوال مرا بده. یوسف خانه آمده یا نه؟ نمیفهمم. شام از خانه برآمد. من دیگه چی بفهمم که چی وقت پس میایه؟ تو چی میگی خاله؟ میخوایی مرا دیوانه بسازی؟ فکر میکنی فقط تو مشکل داری ها؟ فقط تو مشکل داری؟ شام در خانه قیامت برپا شد. یوسف وقتی که امین در خانه دید عقل خود از دست داد دختر. به خاطر کور نجات داده باشم بچه ما با دستای خودم به استانبول فرستادم. خب امین چی کرده که یوسف قدر قهر ساخته؟ با خدا هوا باور که هیچ حوصله گپ زدن ندارم. بگو چی میخوایی؟ خاله باید یک گپ برات بگویم. مقصر تمامی بلاهایی که سر ما میایه خود ماستیم. هر چی که کشت کردیم امو رو درعو میکنیم. ببین هر وقت به کسی ضرر میرسونیم و حقش پایمال میکنیم خودمون تباه میشیم. اما تو نیست، این عدالت خداوند است. حال تو من نصیحت میکنی ها؟ خلاص شد.
هر چی که میخوای بگو دختر مر خسته نساز. زنگ زدم که ازت یک آدرس بخوایم. خیرت باشه دخترم. یوسف خانه میپالیدم اما فکر کنم در اتاقش است. ده همه موبایل خود فراموش کرده. یک دنیا تماسایی به پاسخم آمده. نه خیر، من تماسایش ندیدیم اما در روی صفحه همین قسم نوشته شده. من فکر کردم مهم است آوردمش. یک بار بیبی که کی زنگ زده. دخترم زود باش. هر کسی که زنگ زده به خاطر ساتری خود زنگ نزده. من کدام مشکل داشته؟ هوا زنگ زده. چند دفعه؟ 7 دفعه. حتما به تشویش یوسف شده. به هر صورت دخترم به ما چی دیگه؟ تو ایره به ما بتی دختر؟ حالا دیگه تو برو به کارت برس. رمزی؟ چی؟ در استانبول هستی؟ تو چی وقت به استانبول رفتی؟ تو خود گفته بودی که در قریه بسیار کار داری، حالی میگی که در استانبول هستی؟ تو به خاطر چی اونجا رفتی رمزی؟ وای 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 رمزی دیوانه، حالی به یادت آمد که پدر هستی؟ بیبی رمزی، اگه در اونجا کاری کنی که توبرا که ناراحت بسازی، به خدا در مقابلت مرخات دیدی. خب درست است. چطور هستی بچه گلم؟ ها؟ چطور هستی جان پدر؟ این وضعیت های شما مثل دیروز پیش چشماییم است. اما حال دیگه کلان شدین. بعد از این به ما احتیاج ندارین. اگر خواسته باشین خانه خود ساخته زندگی خود شروع کرده میتونین. اما پدر هستم دیگه. هنوزم میخوایم که مثل همو اطفال در زیر پر بال ما باشین. ما هر قدر که کلان شویم بازم با تجارب دانش شما نیازمند می باشیم پدر. نه خیر بچیم. بیازو تو خودت همیشه درست‌ترین و خوبترین کار انجام میدی. بیبی حتی به این طفلم گفته نتونستی که از من نیستی. آغوشت باز کردی و در کنارت جای دادیش. تو قلب بسیار پاک و مهربان داری بچیم. در مورد منورم تصمیم درست گرفتی. پدر و مادر نمیخواه که همیشه اطفالشان به هر قسمی که میشه در کنارشان باشن. میخواین اونا در هر جایی که باشن خوش باشن. یوسفی که امرای امید گپ زدی کاری بسیار خوبی کردی بچیم. ایکی ما نسبت به هم فقط مربوط خود ما میشه. در ضمن او به خاطر منور تو حاضر است که جان خود فدا کنه، هیچ شک ندارم. به خاطر اعتمادتان تشکر پدر. ای را فهمیدم که همیشه بزرگا به خردانه میاموزنن. یعنی که من هم از اولادای خود بعضی چیزایی را آموختم. ای با من شما هم خواد دیدین. مطمئن هستم. یلماز خان بچیم منور اینجا می باشه اما تو نیست؟ حمیده به منور بگو که لباسایش جمع کنه و پیش از که شام شوه حرکت کنه.
یلماز خان میبینم که تو هم با بچهت موافق شدی. این تصمیم درست است که ما گرفتیم. بچیم دخترم اینقدر وقت باید بره؟ مادر اگر ما نورده این جوانه همراه او ما هم به تشویش خود بودیم. از اینکه به خاطر امین از بین بره بهتر از دور باشه. در ضمن ما هم راحت می باشیم. تصمیم تا گرفتی. حالا هر کار که کنم تصمیم تغییر نمی کنه. موبایل تو در حمام فراموش کرده بودی. بالاخره عزیزم. صبح خیر یک دانیم. چطور هستی؟ خوب هستم اما اگه بفهمم که کجاستی باز بهتر خواهد شدم. دیشب چند بار زنگ زدم، حتی پیامم دادم اما جواب ندادی. به تشویش شدم. دیشب کمی کار داشتم. واقعا؟ چی قسم کاره؟ به تشویش بودم. حالا در تلفن گفتن نمیشه. باز برات خواهد گفتم. توبه یوسف، فقط برام بگو که دیشب کجا بودی؟ اینقدر مشکل است؟ هوا گفتم در تلفن گفتن نمیشه. چرا اصرار میکنی؟ به تمرین رانندگی خاطر رفتیم، حداقل اینو بگو. حالا باید به شرکت برم. اونجا کمی کار دارم. فرصت که پیدا شد برات زنگ میزنم. بسیار خوب، درست است. با امید دیدار. به خاطر آمدم بگویم که میز آماده است. آی بلیاز خدا سلطانه. بعد از این کارایی که بچی تو امرای ما انجام داده به ما که اشتیای خوردن مونده. با خدا قسم میخورم که ما هم خبر نداشتم خانم. ما خودم دیشب خبر شدم. اگه دروغ بگویم خداوند هر دو چشمای ما کور کنه خانم حمیده. باور کنین پیش از اینکه قیامت برپا شه و یک چاره بس از دیگه سلطانه. به خاطر که بچی تو متوجه کارهای خود بوده نمیتونه ما باید بعد از این دوری دخترم ببینم. این گپ دیگه چی معنی داره؟ یوسف اصرار داره که دختر ما منوره به انقره روان کنه. بله هر کاری که کردم مانع شده نتونستم. همین امروز روانش میکنه. چی میگین؟ اگر راستش بپرسی باید بچی تو را روان میکردن سلطانه. اما چی کنم دیگه؟ او عادت کرده از جایی که رانده شده دوباره بیایه. با خدا خبر نداشتم. گوش کنین، همون قسم که همین بچه مز منورم دخترم از خانم، همه قسمی که قلب شما میسوزه قلب ما پاره پاره میشه. باور کنین. بله تو هم راست میگی. هر دوی ما مادر هستیم اما قلب تو جدا میسوزه، قلب ما جدا. تو وقت آماده شدی یک دانیم؟ پدرم میگه که کم عجله کن مادر. منور جانم، راستش من میخواستم تو رام با لباس عروسی از اینجا رخصت کنم. بیبی که چی روزهای سر با آمد دختر. حالا من چی کنم؟ چطور بیدار شوم؟ روز بدون تو چه قسم شروع کنم؟
منور من صبح بخیر یوسف خان. صبح خیر طولای در انقره یک هتل خوب پیدا کرده. یک اتاق 2 نفره رزرو که با خاطر منور و امیم. همچنان جستجو که بهترین دانشگاه در انقره کدام است منور شامل میکنیم. ها بعد از ثبت نام کردن در نزدیک دانشگاه یک خانه رام کرایه میگیریم. خبر باشی. درست است یوسف خان. یوسف خان همین چیزی است که در فکر من میگشت. من به خاطر فکر کردن با اجازهتان به مزرعه شما میرم. میفهمین بهترین تفریح اسب سواری کردن است. باده ای دختر دیوانه است. جمیله تو اینجا چی بکنی هوا؟ جمیله لطفاً گپای من گوش برو گوش از اینجا. جمیله لطفاً گپای من گوش کن. لطفاً بفرمایید. بسیار ببخشید یوسف خان فعلا دفتر نیستن. موضوع چی است؟ گفتین سفارش طراحی؟ اجازه بدین که یادداشت بگیرم. میبخشین یک لحظه. درست است. با ما وصلش کن. یک لحظه صبر کنید. من محمد خان جوغلو هستم. بفرمایید. روز بخیر آقا محمد. ما سرکان هستم. ما مدیر اداری بخش طراحی هستم. آقا جلال گفتن که شما بعضی سفارشات دارین. ما مسئولی کار هستم. زنگ زدیم که سفارشاتون بگیرم. راستش آقا سرکان ما در این باره قبلا همراه باد خانم گپ زده بودیم. ما به خاطر تو کار خدا عزیز دادم هوا. با آوردن غذاها وجدان تو راحت ساخته نمیتونی خانم هوا. جمیله صبر کن. جمیله لطفاً. من هیچ وقت نمیخواستم که این قسم شود. باور کن. اگه نمیخواستی پس چرا شد ها؟ اما این رو بفهم کاری که در حقم کردی هیچ وقت رو نمیبخشم. خداوند جزای تو بده. جمیله این کارهای دانه دانه در پیشونیت خواهد آمد. جمیله گوش کن. جمیله من فقط میخواستم که به تو کمک کرده باشم. هر کاری که میخوایی انجام بده. به من غرض نیست. خودت میفهمی. با این کارهای گناه خودت پنهان ساخته نمیتونی. من خدا برات نمیبخشم هوا. گناه بیادر چطور هستین؟ خوش آمده. ما را کاملا فراموش کردین. راست میگه. از این کارو حتی خودم فراموش کردیم. ای که شما آمدین خانم عوام ما را فراموش کردن. تای بسیار بزرگ شده. واقعا درست است. یک روز هوا را گرفتم میایم. یوسف خان لباسایتان بیارم. اونا را میپوشین. بیار بیادر بیار که بپوشم.
یوسف خان تلفن است. یوسف خان یاد داشته دیدم. من بسیار وقت میشد اینجا نامده بودم. با آمدن ما اعتراض نداری؟ نه خیر، باعث افتخارم است. چطور بود؟ از طرح جدید خوشتان آمد؟ راستش بسیار قهر شدم. چرا؟ دیروز که تشریح کردم خوشتان آمد. ما فقط همونا رو روی کاغذ کشیدم. ما با کارهایی که تو میکنی مشکل ندارم، اما بعضن گپا رو نشنیده میگیری. برات گفته بودم که استراحت کو، اما تا صبح کار کردی. وقتی کار باقی مونده باشه من استراحت کردن نمیتونم. هرچند اونقدر کارم نکردم. اینا به خاطر تفریح اینجا آمدم. اینجا به خاطر تفریح آمدی، اما هنوزم در مورد کار گپ میزنی. درست است، تو را تقدیر میکنم، اما در وقت اسب سواری فقط اسب سواری. درست است. خود اگه حال اول تو شروع کن. بله تو رسیدی بچم؟ پنار سفره را آماده کو، پنار پاکاری کو، پنار متوجه طفل باش. خوب است که پنار است. اگر نیده خانه ی همرکی انجام میداد. امین جان حالا خوب به گپای ما گوش کو. من خاطر به استانبول روان کردم، اما پیش از اینکه جای به جای شوی مستقیم به انقره برو. چیزی نپرس یک دانه. من با تو تقدیری بسازم که همیشه مادرت دعا کنی. به من باور داشته باش بچم. ها درست است بچم. آفرین به تو. حالا دیگه عزیز دلم سفر خوش برد میخوایم. خداحافظ یک دانه. خیرت باشه. ده اینجا چی میکردی ها؟ گفتی که شیشه را پاک کنم خواهر، اما در یه هوای سرد چی ضرور است؟ فهمیدن دلیلش مربوط تو نمیشه خانم پنار. متوجه کارت باش. حالا دیگه لا حول ولا. خوش آمدین خانم هوا. خوش باشین، خسته نباشین. اگه یوسف خانه کار دارین اونا بیرون رفتن. خب کجا رفتن؟ به مزرعه اسبا رفتن. همراه خانم باده اسب سواری میکنن. فهمیدم. زنده باشی. روزتان خوش. اوه آفرین دختر، تو در این کار مهارت خوبی داری. ما به این فکر هستم که تو کدام کاری است که تو یاد نداشته باشی. بیبی کلاه خود کشیده نمیتونم. آهسته بکش، اگر نه محیط خراب میکنم. خنک خوردی؟ یک چای بنوشیم، کمی گرم بیاییم. اما با شکم گشنه ما چای نوشیده نمیتونم. تو صبحانه نخوردی؟ گناه بیادر، اگر با مقبول خواهر زحمت نمیشه با ما یک صبحانه آماده کنه. با تو یک صبحانه قریه‌ای آماده میکنیم. خوب است.
یک تا نیم. یوسف تو کجاستی؟ ما میخواستم به تو زنگ بزنم. در شرکت کارم تمام شده. اگه خواسته باشی بعد از چاش میبینیم. یوسف من پرسیدم که کجاستی؟ هوا خیرت باشه. چی شده؟ ای چی قسم گپ زدن است؟ نمیفهمم. نظر به ای که هنوز نگفتی کجاستی؟ پس خودت باید بگویی که چی شده. گفتن نمیتونی اما تو نیست. گفتن نمیتونی که همراه با دادم از رستی. هوا درست است. میتونی قبل از اینکه پیش ما بیایی همراه او یک بار به خانه تابستانی بری و امرش غذا بخوری. تو چی گفتم میری هوا؟ ما خود چیزی نگفتیم. چرا قهر شدی؟ به خاطر که از کارات خبر شدیم؟ هوا ای گپا را بان. خانه برو منتظرم باش. چند دقیقه بعد ما میایم. به ما دستور نده یوسف. اگه خواسته باشین میتونیم بریم. نه خیر تو داخل برو صبحانه تا بخور. من حالا میایم. باده خانم. محمد خان من فکر میکردم که در شرکت کار میکنین اما شما اینجا هستین. چقدر خوب. خواستم کمی تفریح کنم. چی تصادفه؟ میخوای اسب سواری کنی؟ اسب سواری کدام؟ بسیار خوب. راستی به شما از شرکت زنگ آمده بود. چرا؟ کی زنگ زده بود؟ و پدرت گفته بودی که ما باید سفارشات داشتیم نه؟ خب شما برایش چی گفتن؟ بیا که اونجا بشینیم کم با هم گپ بزنیم. هوا هوا چرا آمدی؟ خانم بادر نباید تنها میموندی. تو هیچ میفهمی که چی میگی هوا؟ تو هیچ متوجه هستی که مرا به چی محکوم میکنی؟ چیزی را که میبینم درکم میکنم. معلوم است دیگه. تو چرا قدر زود عصبانی میشی؟ فکر کردی که از سواریتون خبر نمیشم اما تو نیست؟ توبه من چرا باید گپ از تو پنهان کنم؟ مام خو امیر ازت میپرسم. چرا یوسف؟ چرا به اون مزرعه رفتی؟ بعد از من نوبت بادر رسیده اما تو نیست؟ تو مرا همین قسم یک آدم فکر میکنی؟ فکر میکنی ما از پشت هر دختر میدوام؟ بالای کسی که شوهر آیندهت خود بودم قدر اعتماد داری؟ با جایی که از من سوالا را کنی متوجه کارهایت باش. از دیشب تا حالا 50 بار برات زنگ زدیم. زنگ میره اما هیچ کس جواب نمیده. صبحم برات زنگ زدم گفتی که کار دارم اما امرای باده خانم مزرعه رفتی. یک دقیقه تو دیشب با ما زنگ زدی؟ تو به اندازه مصروف بودی که حتی زنگ مرام ندیدی. هوا چی؟ دروغ میگم. صبح برات زنگ زدم گفتی که کار دارم. با شرکت آمدم فهمیدم که یوسف خان امرای خانم باده به مزرعه رفتن. اگه تو بس سواری وقت داشتی پس چرا منو نخواستی؟ چرا به من زنگ نزدی؟ به من خبر ندادی؟ چرا وقت خود امرای من سپری نمی‌کنی؟ تو پراکنه سال امرای باده بخیلی میکنی؟ این دیگه چی قسم گپ است هوا؟ هر خانم میره که من همراهش گپ بزنم یاد چهار اطرافم باشه فکر میکنی من همراه او رابطه دارم؟ من غلط فکر نمی‌کنم یوسف. تو از خانمایی که در چهار اطرافت از هیچ وقت دور بودن نمیتونی. این کارا کردن نمیتونی. همیشه به این فکر میکنی که اونا درباره چی احساسی دارن چی مفکوره‌ای دارن اما این کارهای تو اشتباهست. تو صاحب کلگی بودن نمیتونی. یک بارم فکر کن که هوا چی میخواه. یک بارم فکر کن که هوا چی احساسی داره. این گپ ما تو دیگه از کجا شد؟ من همیشه ما گفته گپ میزنم با خود از تو جدا فکر نمیکنم اما تو این قسم فکر میکنی. تو نمیتونی به خاطر گپی که من حتی فکرشم نکردم مرا مقصر فکر کنی. این موضوع دیگه ده همینجا بسته شد. گپ قابل تشویش نیست. تشویش نکن. با آقا سرکان گفتم که در اون مورد امرای شما گپ زدیم. یعنی گپ تیر کردم. حالا هرچی تو میخوایی برشون گفتم میتونی. ببینین محمد خان من نمیفهمم که در فکر شما چی خطور کرده اما من نمیخوایم این گپنی از پدرم نه از یوسف خان پنهان کنم. هر دویشون در جریان این موضوع خود ماندم. در ضمن شما مجبور نیستین که متوجه کارهای ما باشین. من کارهای خود انجام داده میتونم. تو از گپای من همین مفهوم گرفتی باده خانم؟ آفرین. راستش من هیچ نظر بده به تو ندارم اما تو چرا از وقتی که به شرکت آمدی برعکس این قضیه فکر میکنی؟ در ضمن من فقط میخوایم با تو دوست باشم. نوش جانتان.
محمد خان لطفاً من نمیخواستم شما رو خفه بسازم. معذرت میخوایم، فکر میکنم از حد گذشتم، زیاده روی کردم. حق با جانب هستی. فکر کنم هم سر زیاد فشار آوردم. اما راستش همیشه این نصیب انسان نمیشه که همراه شما ور انسان ها کار کنه. ما هم خواستم کمی از این فرصت استفاده کرده باشم. فکر کنم همدیگر را غلط درک کردیم و هم فقط به خاطر مفکوره غلط من معذرت میخوایم. خالم کجاست پناه؟ کم آرام باش دختر، سلطان خواهر ده او اتاق است. خاله دختر با خدا ترساندیم. خاله به هر قیمتی که میشه باید از این باده نجات پیدا کنیم. تو هم باید به من کمک کنی. این دیگه چی معنی داره؟ به این معناست که باید هرچه زودتر او دختر لعنتی را از میان برداریم خاله. یعنی اگر لازم باشه به خاطر سوختاندن او خودت آتش مندازم. خب تو خب میگفتی که از راه درست منصرف نمیشی. قرار بود که دیگه کار غلط انجام ندی. خیرت باشه. بگو تو را کی قسم عصبانی ساخته دختر؟ او دختر بسیار خطرناک است خاله. اگر من او دختر از سر رایم دور نکنم باز به من بسیار مشکل جور خواهد کرد. چی میگی؟ دختره به مثل کن. بین دو نفر کدام رابطه نباشه دختر جان. خب خانم اوان آمد؟ نه خیر آمد. تعجب کردم. ده یا آخر همیشه یک جای اینجا می آمدین. وقت تو را اینجا دیدم فکر کردم او هم امرایت است. نه اون آمد، ما تنها آمدم. به خاطر که فکرم دیگه شوه. بیاز بادام اینجا بود، باز یک جای است سواری کردی. راستش باید از تو بپرسم، سال همیشه به اسب سواری نامدی، امروز چطور اینجا آمدی؟ محمد خان زنده باشه، به خاطر من اینجا آمده. به خاطر یک موضوع بسیار مهم. برام گفت که دیگه چیزی برای گفتن نمونده و رفت. کجا رفت؟ پیشمو دختر رفت. و چی بفهمم خاله جان؟ چی بفهمم خاله؟ سر ما چرا جیغ میزنی دختر؟ وقتی که فهمیدی که در مزرعه هستن باز چرا بهش زنگ زدی؟ چرا؟ باید پیششان میرفتی؟ آخ اگه من بچه تو می بودم باز مثل صاحب او مزرعه اتو خودت تکان داده پیششان میرفتم، خودت آغوش یوسف مینداختم، قسمی مانموت میکردم که هیچ کسی بدون یوسف اونجا نیست دختر. قسمی رویه میکردم که من خانه او دختر که نیزم باشه. باز میدیدی که دیگه یوسفی جرأت میکنه یا نه؟ چی کنم دیگه؟ دولت فکر من قدر کار کرد. خب آله بگو که باید چی کنیم؟ هم دل او را بد کردی هم سر خودت بس سنگ زدی خانم حوا. دیگه چیزام باقی نمونده. یوسف هم فهمیده که تو با او دختر بخیلی میکنی. تا به حاله او دختر در چشم یوسف فقط یک کارمند شرکت بود، اما از برکتت حال او به یک خانم تبدیل شد حوا جان. از برکت تو هم دل من کاملا سیاه شده. به جایی که مثل فیلمای ترسناک گپ بزنی یک چاره پیدا کن. تو خراب کو مجور کنم همه ترس. بله ما خود یک کدام کار ندارم، باید متوجه می کارو باشم. به هر صورت حالا خب ما شریک هستیم، یک راه پیدا میکنم. اول باید در مورد این خانم باده کمی معلومات پیدا کنیم. این دیگه چی به درد ما میخوره؟ یعنی چی که به درد ما میخوره؟ اگه انسان جانم مقابل خدا نشناسه با جنگ کده میتونه؟ باید بفهمیم کدام نقطه ضعف داره یا نه. باز قسمی او را از نظر یوسف انداختن میتونه.
من از اینکه با خانجی اغلا کار میکنم بسیار خوش هستم. نمیخواستم این مشکلات شخصیم شما را ناراحت بسازه. بسیار معذرت میخوایم. اما من در مورد کارم همراه شما هنوز به پدرم چیزی نگفتم. اما چرا؟ فرصت نشد دیگه. راستش مسئول تمام این مشکلات پدرم است. از شرکت خود استفاده دادم. برشان گفتم دنبال یک کار جدید هستم، اما مثل همیشه گپ مرا جدی نگرفت. محمد خانم وقت گفتگوی ما را همراه پدرم دید، زنده باشه همراهم کمک کرد. یعنی که ما به شرکت شما سفارش دادیم، از این خاطر تو همراه ما میبینی؟ کاملا درست گفتن. درسته همون وقتی که میخواست خارج بره همدیگه دیدم. اگه اون وقتی گپ برش میگفتم با قصهش نمیشد، اما هیچ تشویش نکنین. همین که پس بیایه این موضوع رو برش میگم، او هم قبول خواهد کرد. اگه لازم بود ما هم راش گپ میزنم جانم. اما تو نیست بچه کاکا. میبخشین که شما رو ناراحت ساختم، اما این رو برایتان وعده میتونم که این موضوع مانع کار من در شرکتتان نخواهد شد. از شما یک خواهش دارم. به خاطر افتتاح شرکت اگه به پدرم دعوتنامه روان نکنین خوبتر میشه. میخوای میگه اول از زبان من بشنوم. این خود درست است، اما کار کردن تو همراه ما چرا باید با ما مشکل ایجاد کنه؟ ایره نفهمیدم. ببینین یوسف خان، مشکل از شما یا از کس دیگه نیست. تمام مشکل در این است که من میخوایم سر پای خود استاد شوم. پدرم میخواد که من هیچ وقت از زیر دست او دور نشم و همراه او باشم، به خاطر که شرکت ما نام بزرگ داره اما داخلش خالی است. نه تصمیم گرفتم میتونم، نه مفکورهای خود اظهار کردم میتونم. همراه من مثل یک طفل رویه میکنه. اتمام احساس میکنم که به درد هیچ چیز نمیخورم و به خاطر که خود ثابت بسازم مجبور هستم که جدا از پدرم کار کنم. یعنی از این خاطر همراه ما کار کرده خود ثابت میسازی؟ همونطور است؟ خانجی اغلو به من یک تجربه واقعی خواد بود. بعد از او شاید به استانبول رفتم ببینم دیگه. خب درست است، هر قسمی که تو میگی. حالا سر تصمیمت استاد هستی. پس تا هفته آینده مارکت افتتاح میکنه. به خاطر که درکم کردیم بسیار تشکر یوسف خان. خاله تو از خانواده اونا کسی را میشناسی؟ مرا میگی؟ من از خانه اونا یک نوکرشان را میشناختم، اما اونقدر نه، فقط یک سلام علیک داشتیم. راستی حمیده مادر اونا را بسیار خوب میشناسه. میشه که بری از دانو گپ بگیری خاله. با این عقل کوچکت به ما کار یاد میتی؟ یک چاره پیدا میکنم، عقل خودم کفایت میکنه. بخیز دختر، تمام وقت مزایی کردی. بخیز. اولین وظیفه تویی است که همراه یوسف مناسبات تجور کنی. درست است؟ اما قدرم پافشاری نباید کنی که قدرت کم شوه. چرا گپایی که میزنی با هم دیگه فرق دارن؟ برام نگفته بودی که قهر نمیشی؟ چی کنم دیگه خانم هوا؟ با خاطر جبران کردن اشتباهات تو باید همیشه طرز روی خود تبدیل کنم. ناز کو، اما قدرم نه دیگه. کمی خودت جدی بگی. اما قسم منم بود که از این کارات پشیمان هستی. حالا بیزال بسیار ناراحت هستم. کی میتونم نقش بازی کنم؟ چی فرق میکنه دختر جان؟ کوشش کو که به بادن نزدیک شوی. هر قدر که به دشمن نزدیکتر شوی همو قدر با آسانی قلعه را فتح کردن میتونی. این دیگه چی هستی؟ کجا میره؟ منور به انقره میره. توبه، اما چرا؟ ما چی بفهمم؟ حتما دانشگاه انقره خوبتر درس میده که میخوای اونجا بره. تو آمدی دخترم؟ بله مادر جان. خیرت باشه، شنیدیم که منور به انقره میره. خیرت چی دخترم؟ سرمرش خندی میکنی؟ تو جیگرم از پیشم میره. تو ایره میفهمی هوا؟ مادر جان معذرت میخوایم، من نمیفهمم که چرا اونجا میره. کدام مشکلی پیش آمده؟ خیرت باشه بچه کاکا، خفه معلوم میشی. نه که موضوع پدر بادن راحتت ساخت. نه بچه کاکا، بادا یک دختر هوشیار است. اگه همراه پدرش مشکل داشته باشه خودش حل ساخته میتونه. ما وقتی که شرکت تازه جور میکردیم همراه پدرم بعضی کشیدگی ها داشتم. خودت هم میفهمی مفکوری ما و بزرگا فرق داره. خب پس مشکل چی است؟
به خاطر هوا کمی ناراحت هستم. خیریت باشه. بسیار یک دختر بخیل است بچه کاکا. هرچی میکنم مانع بخیلی شدن نمیتونم. اگر نزدیک ما پشم پر بزنه او بد فکر میکنه. همراه باده بخیلی میکنه. اما ینگه حق داره بچه کاکا. تو هم میخواستم فکر میکنی؟ در فکری توی قسم موضوعات جای نداره، اما هوا دیوانوار عاشق تو هست، همیشه میخواد در کنار تو باشه. کسی که نامزد خود بیش از حد دوست داشته باشه باز بخیلی میکنه. به نظرم با جای خفه شدن باید سرش افتخار کنی یوسف. این قسم عشق نصیب هر کس نمیشه بچه کاکا. عصبانیتش که خلا شد با هم به غذا خوردن رفته کل چیز فراموش میکنن. زیاد منتظر خونه موندین نه؟ نه ما و بچه کاکایم با هم گپ میزنیم. مادر جان چرا این قسم شد؟ من خواهیش نفهمیدم. یوسف امینه مثل برادر خود دوست داشت. منورم امینه بسیار دوست داشت. امین آموره. چرا دفعه این قسم شد؟ دوست داشتن ظاهری هیچ به درد نمیخوره هوا. این کار هر کس کده میتونه، اما دوست داشتن از قلب مهم است. و وقت عشق واقعا از قلب باشه باز از خود کده بیشتر در مورد جانب مقابل فکر میکنه. شما راست میگین مادر. این وضعیت ما را بیبی به خاطر یک انسان احمق تو جیگرم از من جدا میسازه. توبه توبه. مادر جان لطفا خود جگرخون نسازین، لطفا قلبتان را ناراحت نسازین. درست از شما حق به جانب هستین، اما کاش که از دست ما چیزی می آمد. سر تو هم قار استم دخترم. اما چرا؟ امروی سلطانه ارتباط نزدیکی داری. فکر میکنم که تو هم بعضی چیزها رو میفهمیدی و پنهان کردی. این گپم امکان داره مادر جان. من خبرتان گفتم من چیزی خبر ندارم. میفهمم دخترم. امون جوانش خب هوا، بعض انسان ها حتی از نزدیکترین دوستای خودم مشکل خود پنهان میکنن. اما تو نیست سلطانه. این طاهر بیادر. بچیم چرا قدر عجله میکنی؟ لازم نبود قدر زود بیاری. نه خیر عجله نکردیم، با یک کسی قرض داده بودیم وقت برام آورد خواستم برات باز بیارم. خوب درست است. یوسف خان خوش آمدین. سلام علیکم. علیکم سلام. چطور هستی طاهر؟ تشکر خوب هستم. شما چطور هستین؟ زنده باشی. خوب هستم. اگه موتر آماده است آماده ایم که ببرمش. البته که آماده است، اما چرا زحمت کشیدین؟ من خودم به شرکت می آوردم. خیر باشه. محترم قدر خراب نشده بود، اما دمی روز اول شما را زحمت داد. خودگه کدام آدم به شرف آمده و همراهش تکر کرده بدون اینکه شماره خود بانه فرار کرده. به هر صورت ولی به شرکت روان که باز اونا مصارفش میپردازن. طاهر درست است. راستی یوسف خان ما و جنید بیادر دمی نزدیک یک دکان باز کردیم. موترای کرایی داریم. دا آینده اگه خواسته باشین که با خانواده به کدام سفر یا ساعت برین و به چیزی ضرورت داشته باشین، باز ما و جنید در خدمتتان هستیم. زنده باشی. مبارک باشه. زنده باشین. تو هم کار خوبی کردی که کارت از پدرت جدا کردی. کارایت به خوبی پیش ببر تا دوباره به زندان نری. طاهر موتر آماده کن، من دیگه میرم. تو شما یک چای می نوشین، من موتر آماده میکنم. درست است. ما هم دیگه با اجازت میرم طاهر بیادر. بعدا میبینیم. روز خوش. روز تام خوش یوسف خان. روز خوش. راستی جنید، وقتی میرفتی به علی بیادر بگو یک دو چای روان کنه. بگو یکیش برای یوسف خان از باز میفهمد چطور آماده کنه. ها خیری،
موتر یوسف خانه زود آماده کنیم. این واسه چای زهر بنوش احمق لودره. محمد بیادر خوب گپ ما گوش کن. ما دیگه منتظر خلاص شدن کارایت بوده نمیتونم. اگه آمده نیستی بیا که با هم گپ بزنیم. مگه کدام کار خاط کردم. مادر جان به خاطر بدرقه کردن منور شام مام میایم. چطور؟ بعد از این مام پیشتان می باشم. جای منور گرفتن نمیتونم ولی میخوایم پیشتان باشم. زنده باشی. اما من جای مادرت را گرفته میتونم هوا جان. احساس یک مادر واقعی کاملا فرق میکنه. به غیر خود انسان هیچ کس را درک کرده نمیتونه. دزم دقیقتی او را به غیر خودش توسط هیچ کس رفع ساخته نمیتونه. خدا کنه درکم کرده باشی. ما هر وقتی که خواسته باشیم میتونیم به انقره بریم. همون تو نیست؟ منوره میبینیم، چکر میزنیم، فکر ما دیگه میشه. درست است؟ البته که میریم. هوا اگه خفه نمیشی میخوایم کم استراحت کنم. با خدا این وضعیت مرا از بین خود برد. مادر جان خواهش میکنم چرا خفه شوم؟ روز خوش. تو هم خانیت برو. روز شما هم خوش. خاله من به تو چی بگویم؟ دنیا به کامت باشه. به کام تو هم باشه. خاله چرا قسم میکنی؟ ما چی کردیم دختر؟ اگه اینا میفهمیدم که همین چه اشتباهاتی انجام داده و همراه یوسف رابطش خراب شده، فکر میکنی قرارداد فسخ میکردم؟ فکر کردی بازو وقت دیگه 25% جایداد به نام امین نمیکردم؟ تو هر کس مثل خود فکر کردیم. از کسی نمیترسم. چرا باید بترسم؟ فکر کردم که یوسف به تو گفته، از این خاطر چیزی نگفتم. هنوزم دروغ میگی خاله. چرا تو میکنی؟ بس است دیگه. بعد اگر خو یک عالم دروغ میگه، حداقل در بین خود راست باشیم. ما خو امرایت وعده کردیم که دیرا با هم هستیم. من تو را در این راه اعلان نمیکنم. میگه برات نگفتم. من بدون یوسف زندگی کردن نمیتونم. بدون او زندگی به من بی مفهوم است. این را در ذهن جای بده. من هیچ وقت وعده خلافی نمیکنم. این به یادت باشه خاله. خوب درست است. اگر یک حصه جایداد به نام امین کردن نمیتونی، پس به نام مگو که خلاص شوه. توبه حال وقت کار من شروع شد. من به خاطر یوسف حاضر هستم هر کاری کنم. فهمیدی؟ من از تو فقط یوسف میخوایم خاله. دیگه هیچ چیز نمیخوایم. خب دیگه حالا باید از این گپا بگذریم. در این مورد فکر کن که از باده چطور نجات پیدا کنیم شریک جان. هر قسمی که تو خواسته باشی شریک. های یادش بخیر. عشقم چی چیزی از به خدا. این دختر در قصه مال و جایدادم نیست. خسته نباشی. زنده باشین. بله. کجاستی؟ در بیرون هستم. چی شده؟ میشه ببینیم میخوایم هم رایت گپ بزنم. آره نمیخوایم ببینم. وقت کارم شدیم بازو وقت گپ میزنیم. ما قهر نیستم. میخوایم این مشکل حل بسازم. تشویش نکن. نمیفهمم. من خود خوب احساس نمیکنم یوسف. درست است بالای هم دیگه قهر شدیم، اما اگه تو ادامه بدیم باز بدتر خواهد شد. زدمانو بگو که کجاست. خب پس درست است. چطور هستی؟ خوب شد که آمدی. خیرت باشه بدر کدام گپ شده؟ بچه کاکای زنده باشه. از کسی که بعد من امروز آمده پیشونیم و اصحاب من خراب ساخت. چی شده؟ مناسبت هوا و یوسف چطور است؟ با تو چی بیادر؟ چطور که با تشویش مشوقی قبلی شدی؟
از برکت دست به دست چکر میزنن و زودی عروسی هم خواد کردن. اگه خواسته باشی مثل قبل بازم تیرته بیار. پرت میسوزه که اونجا بیایی بیادر. اینقدر آسان نیست محمد بیادر. ما به هوا دلم میسوزه. اگر نه دقیقی او بچه کاکایت نیستم فهمیدی؟ بیادر به تو نمیگم که هوا را از بین ببر. ها؟ مشکلم امرا یوسف است. میخوایم که پیش همگی شرمنده شوم. وقت از هم جدا شدن تو هم پیش هوا میری و باز او هم تو را درمان درد خود میسازم. این کارم امکان داره؟ منظور تویی است که به دستای خود زندگی هوا را تباه کنم؟ بعدش او دختر پیش من خواهد آمد؟ ما میخوایم که آواز دل جان از ما شود. از ما. فکرت باشه که متواقع ایناست پیشت نسوزه بندازی که مناور خوش داره سرخش کن و بعدا بکششان. دختر متوجهشان باش. جمیله چی قسم داخل شدن از دختر؟ تو با گفتن چی اینجا اومدی؟ تو نشانی مرا به هوا دادی؟ فکر کردین کارایی که با ما کردین با یک لقمه نان جبران میشه؟ ها؟ غذای چی؟ تو چی میگی دختر؟ ها؟ گم شو. از اینجا گم شو. حالا دیگه من عصبانی نساز. اگه نرم باز چی خواست سلطان خانم ها؟ همراه ای عقل خورده همراه مزد میکنی؟ ما از شما ای چیز نمیخوایم. همین کافیست که شما از من خواهد دور نگاه کنین. ای لو داره بی خسته اینجا اومده. من برای چی گفتم ها؟ متوجه کارت باش. حالا دیگه جمیله ولی از خدا صبر کن نرو. چطور هستی؟ درست است که من ملامت هستم. اگر نمیخوایی حتی طرفم سلام نکو. اما جمیله لطفاً ببخش مرا. خواهش میکنم روز شب در فکر تو هستم. کوشش کن مرا درک کنی. دیگه چاره نداشتم مرا اخراج میکردن. او سلطانی احمق دست پای مرا بسته کرده بود. هیچ نمیفهمیدم که چی کنم. مادر خوش آمدی دخترم. زنده باشی. پیشتر آمدم نبودی. آی صحتم خراب شد. بازم پدرت مرا جگرخون ساخت. چرا؟ او باز چی کرده؟ او پیشتر برام زنگ زده بود. مستقیم استانبول رفته. توبه توبه. اما چرا؟ ما مثل تو تعجب کردم. با گفته خودش میخوای از توبراک مراقبت کنه. یعنی به خاطر که اونا دخترش جگرخون نسازن. حال به یادش آمده که پدر از تو مسئولیت داره. های مادر های. فکر کنم مال نوبت او دختر شده. بر صورت کافیست که از ما دور باشه. هیچ حوصله‌ایش ندارم. برات نگفته بودم که در مورد تو بسیار فکر میکنه. بیبی معترضم جور کرده. سلام مادر، چطور هستی؟ خوش آمدی بچه. خوش باشی. خوب هستم. تو خوب چطور هستی؟ خدا را شکر. چطور هستی جانم؟ خوب هستم. موتورت جور شد. حالا دیگه میتونیم درس شروع کنیم. آی هوای من رانندگی میکنه. ماشاءالله. میشه کدام وقت دیگه ای کار کنیم؟ مادرم به خاطر مایناتش میره. گفتی مایناتش؟ خب ما میبریمش. آی نه بچه هیچ لازم نیست. من همیشه به تنهایی میرم. به زود تا اونجا همراه موتر میرم. شما کار خود انجام بدین. همین قسمی من خوش هستم.
اون بیبی محترم اومد. مادر اجازه بدین همراهتون بیاریم. نه بچه این که شما با هم دیگه وقتتون رو سپری کنین بهتر خود بود. خب دیگه براتون وقت خوش می‌خوایم. متوجه خودتون باشین. درست است دخترم، درست است. من هیچ جایی نمیرم. نام خدا بسیار با هم دیگه عادت کردیم. روز اسب سواری، شبام تعلیم میتی اما تو نیست. ما به کسی تعلیم ندادیم. بیا از او دختر خودش یاد داره. واقعا؟ راستی که تو بسیار مدیر با استعداد هستی. هوا ما فقط او را همراهی کردم. چرا همراهی او قدر بخیلی میکنی؟ نمیفهمم. به خاطر که من در اونجا نبودم. ما همونجا بودم. درست شد رئیس. اصاب مرا خراب نمیسازی و بگا پایین گوش میتی. فهمیده شد؟ اطاعت میشه. و تو یک نقطه ضعف یوسف هم میگم و تو هم به اندازه‌ای که میتونی در موردش تحقیقات کن، اما این دفعه باید قول بدی نباید مثل دفعه گذشته در آخرین لحظه منصرف شوی. در اون صورت باز نه تو را نه هوا را خود شناختم. دکانت آتش میزنم. تشویش نکو. تو بچه کاکایت از ما بهتر میشناسی. حتما چیزی وجود داره که خانمش ازش بیخبر است. اگه نباشم برات پیدایش میکنم جونت بیار. ما برات پیدایش میکنم. خب دیگه ما به اجازت میدم. اگه آماده هستی شروع کنیم. آماده هستم. اما قبلش میخوایم یک گپ برات بگویم. بگو. این باده فقط در کارهای مارکت خواد بود اما تو نیست. این گپ دیگه از کجا شد؟ اما تو در دلم گشت به تشویش هستم. این موضوع را خوب بسته کرده بودیم. ما میخوایم این موضوع را بسته کنم اما به تشویش هستم یوسف. چرا؟ به خاطری که او دختر درست نمیشناسم. برای خود میشناسی. بله تو را میشناسم اما او رو نمیشناسم. اگه او را بشناسم شاید این قسم رویه نکنم. توبه عزیزم، چشم ما بدون تو کسی دیگر نمیبینه. بیا از او بیچاره از خود صد جنجال داره. چطور؟ همراه پدرش مناسباتش خراب است. بیچاره. چرا؟ اول همراه پدرش کار میکده، اما پدرش بیش از حد بالایش فشار میاره. تحمل کردن نتونسته و همراه ما کارش شروع کرد. البته پدرش هنوز از کارش خبر نداره. وقتی پدرش از دیگه خبر شه و باز قهر نمیشه؟ البته که قهر میشه. چطور نمیشه؟ یعنی چی؟ یعنی که نمیخواد دخترش دیگه جای کار کنه. به هر صورت همی که مارکت افتتاح شوه با پدرش خواد گفت. یادم نبود امشب منور انقره میره، باید بریم خواهرتا بدرقه کنیم. اما تو نیست رسیده نخواد تانستیم. نمیشه کدام وقت دیگه تمرینم بدی؟ راستی هم که وقت شده هیچ متوجه نشدم. بله. وقتی تو همراه باشی زمان مثل باد تیر میشه. واقعا؟ خب پس بیا که زودتر خانه بریم. پس درست است، درس بعد دیگر روز باشه. درست است. وقت تو تولد شدی همه چیز کاملا متفاوت بود. چرا آلی قسم شده؟ انشالله که همیشه بسیار خوشبخت خود بودی توران جان. همیشه همی قسم خوش خود بودی. یک دانی همیش بسیار پشت دق میشم.
تو اینجاستی؟ میفهمم که نمیخوای طرفم سل کنی، اما به خاطر رفتنت بسیار جگرخون میشم دخترم. مام نمیخواستم که قسم شوه. بعد تو همین چه خوابایی که ندیده بودم. تصور میکردم که همیشه در کنار هم خوشخواد بودیم. اگر راست بگویم مام، حال هیچ فایده نداره که یادش کنیم. تمام آرزویم با خاک یکسان شد. مراد توی موتره و برای موتره مرا بیار. بچه شم یوسف خان. خوش آمده نما. خوش باشی. بسیار وقت می شد که از این کوچه ها هیچ تیر نشده بودم. طفولیتم به یادم آمد یوسف. تو، منور، محمد هر روز در این کوچه ها ساتیری میکرده. بازم تشکر میکنم ماما جان. جانه ایرا خوب میفهمم به خاطر ما بسیار فداکاری کردین. ما فداکاری نکردیم بچه گله. اگه خبر می داشتم پیش از تو خودی می پیشنهادم میکردم. میفهمی که ایرا قبول کردن نمیتونم که منوره تنها روان کنه. یلماز خان اونا آمدن. حالا دیگه دخترم بیا. برات سفر خوش میخواید دختر. بزن برای شرکت میرم.
مشکلات خانوادگی را یک طرف میمونه. از طرف منور خاطرتان جمع باشه. مادام محترم منتظر است. من اینو دیده نمیتونم که دخترم دور باشه. نمیشه که دختر یک دانه ما اونجا روان نکنیم. بارین که بره همیشه همراهش میباشه. گوش کو چی میگو. دوای تمرد گرفتی؟ گرفته مادر جان. دخترم اگه از خاطر درس خواندن غذا خوردن تا فراموش کنی باز. با خدا قسم که حق ما برات نمیبخشم. هر روز برم زنگ بزن. بی از اون ما خودم برات زنگ میزنم. اگه کدام چیزی ناراحتت ساخت زود برم خبر بدی. درست است؟ مادر جان کل چیز بسیار خوب خود بود. میفهمم. من خب رفتنت هیچ راضی نیستم. زود شو جان بدر بریم دیگه. سفر خوبی داشته باشی منور. زنده باشی هوا. متوجه خودو بیدارم باش. درست است؟ تشویش نکن. تو هم متوجه خودت باش جانم. درست است. کم صبر کو بچه. همه منوره بدرقه کردیم. شامو هم ده انقره خود بود. جدی میگین؟ ما برای تمام اتفاقات با جزئیاتش تشریح میکنم. حالا باید قطع کنم. درست است بچه؟ حالا دیگه خداحافظ بچه. خدا کنه که بخیر برسه. در پایایم هیچی من نمانده. من رفته کم استراحت میکنم. درست است مادر جان. جگرخون نباش. لازم نیست تشویش کنی. دو روز بعد کالگی عادت خواد کردن. با خدا هیچ خوب نشد. هیچ. راستی من به تو یک خبر خوش دارم. نقطه ضعف خانم باده را پیدا کردم. چطور یعنی؟ شنیدیم که خانم باده در شرکت یوسفشان بیخبر از پدرش کار میکنه. خب بله، اگر پدرش میفهمید باز هیچ وقت اجازه نمیداد که خانم باده به شرکت خان جوغلو بیایه. او هم تا این وقت. یعنی اگه پیش از دختر ما برشی گپا بگویم چطور؟ اگه خبر شو عقلش از دست خواد داد. با دستای خودش دخترش از اینجا میکشه. باز ما هم بر همیشه از خانم باده نجات پیدا خواد کردیم. بسیار کار خوب کردی دختر. اما من اینو نمیفهمم که ما این کارو چطور خواد کردیم. اگه به طور آشکار برش بگوییم خود نمیشه. پدرش هم خارج از کشور است. یوسف هم برام همین قسم گفت. نمیفهمم که چی کنم. تو وظیفه خود انجام دادی شریک. حال نوبتم است. من برش یک فکر میکنم. تو تشویش نکن. خب درست است.
جمیله لطفا این کار نکو. گوش کو که من برای چی میگم. تو پولالی ها را خو میشناسی نی؟ از من خواستن که به خاطر پاککاری بیایم. گفتن تنها روزای رخصتیت بیا، اما من نمیرم. بیبی در این کاغذ نشانی اونا نوشته است. برو گپ بزن، شاید که بدایم استخدامت کنن. نمیخوایم. چرا قدر مورد ما فکر میکنی؟ خودم میتونم کار پیدا کنم، شکم مسیر کنم. جمیله ما وضعیت تو را از کلگی کده خوب تر درک میکنم. فکر میکنی نمیفهم که چشم امید کلگی طرف توست؟ میفهمم گناهی را که من مرتکب شده این با این کارا جبران نمیشه، اما حداقل با مشکل تو خو یک راه حل پیدا میشه. خواهش میکنم میره بگی خواهر. خانه پولالی. فهمیدم. چطور هستی خواهر جان؟ آفتاب از کدام طرف برآمد که زنگ زدی ها؟ البته بفرما خواهر، قدمات سر چشمایم. نه کس ناراحت نمیشه. بیا آقا جلال بر چند و خانه نیست. درست است، منتظر هستم. بفرمایید داخل. بیا دختر جوان بیا. چرا دختر جوان میگی آیشا؟ تو از این خانه بیرون شده میتونی؟ نه بابا. خوب دیگه ما هم همه قسم. کار و بار خواهیش خلاص شدنی نیست. بله میفهمم. بیا که داخل بریم. با ما بتنش خانم. بگی سزار خانم سلام، چطور هستین؟ سلام حمیده خانم، من خوب هستم، شما چطور هستین؟ من سلطان هستم، در خانه خانجغلوها کار میکنم. خانم سزار جان، شما در اتاقتان استراحت کنین لطفاً. دخترم خانم سزاره با اتاقش ببر. بچشم خانم، از این طرف بیاین خانم سزار. آیشا جان، این خانم چیشته چرا قسم است ها؟ بیا بشین بیا. بیچارگک. الا دیگه خاله جان، این موضوع رو حل بساز. به خدا هیچ نفهمیدم که مشکلش چی است. همیشه همین قسم هر کسه با کس دیگه اشتباه میگیره و همین قسم رویه میکنه. دختر بیچاره هنوزم بسیار جوان است، یعنی از همین دیماکره جوانتر است. اما اگه او را یک بار ببینیم کاملا مثل خوک است. خب چی کنیم دیگه سلطانه؟ حال خود دخترم اینجا آمده. ها خبر شده بادا اینجا آمده؟ البته که آمده، دیگه چی کنه؟
وقتی که در مورد وضعیت مادرش خبر شد باز که حوصله کار کردن برش مانده. پدرشون بسیار زیاد اصرار کرد بیچاره زود خود اینجا رساند. در ضمن قرار بود برای همیشه در لندن باشه. هیچ قصد دوباره آمدن به این خانه نداشت، اما قسمت است دیگه. این دختر چه مشکل داره؟ چی بگویم دیگه خواهر؟ این دختر شما چی میل دارین خانم؟ قهوه؟ خوب است می نوشیم. 2 تا قهوه بیار دخترم. بچه‌شم امیال میارم. چی میگفتم؟ در مورد باده میگفتی که نمیخواست خانه بیایه. دلیلش دیگه چی باشه خواهر؟ به خاطر پدرش. چرا امر پدرش قسم مخالف شده؟ او دختر در خارج تحصیلات خود موفقانه به پایان رساند. بسیار زحمت کشید، به خود کاروبار جور کرد، اما پدرش او را کی راحت ماند. بسیار زیاد اصرار کرد که اینجا بیا امرای ما کار کو. اگه مادرش قسم نمی بود باز شاید هیچ نمی آمد، اما تقدیر است دیگه. یعنی که حال امر پدرش کار نمیکنه مترس؟ آقا جلال فکر میکنه که در شرکت امرایش کار میکنه، اما همیشه به من خبر میرسه او هیچ به شرکت نمیره. نمیفهم که دختر روز شبا چکر زدن و ساتیری تیر میکنه یا کدام گپ دیگه است. شبها بسیار ناوقت میایه، شاید کدام معشوقه داشته باشه. او دختر خود کدام معشوقه نداره. یعنی مشکل او چی است؟ تو از کجا میفهمی؟ ای دختر در یا آخر در شرکت خان جغلوها کار میکنه. چی میگی؟ اوه خدایا شکر. من به این فکر بودم که به پدرش چه قسم دروغ بگویم سلطانه جان. اگه میخوای این موضوع را به پدرش بگویی پس بگو، اما با این قسم عجله نه. نباید با او دختر مناسبات تا خراب بسازی. در ضمن ایرام نگو که ما برات گفتیم. تو خود میفهمی که ما مردم غریب به این ماش ضرورت داریم. توی تشویش نکن سلطانه. اوه خدا را شکر خدایا. من روز قبل گپای حمیده خانم و یوسف شنیدم، میگفت که از باده بسیار راضی است، یعنی بسیار ماهر است. اوه به خدا بسیار راحت شدم. جمیله در این خانه کار میکنه. چی شده؟ کدام اتفاق بد افتاده؟ نه آیشه، از خانه برم زنگ زدن، مهمانیام همه قدر میباشه دیگه. آی حتی قویت هم ننوشیدی خواهر. خیر باشه، کدام وقت دیگه می نوشید؟ خب بازم منتظر هستم، هر وقتی که بیکار بودی بیا. تو هم کوشش کن که بیای، منتظر می باشم. جمیله در اینجا با کار شروع کردی؟ تبریک باشه. خب فکر میکنم این دخترم رای شما کار میکرد. بله کار میکرد. در اینجا امروز کارش شروع کرد. چطور است؟ کارش چطور است؟ خودت خودی دیگه آیشه، کمی به احترامی میکنن و کمی هم چشمش به پول است. اگه اینا رو در نظر نگیریم باز کارش بد نیست. پولش مهم نیست سلطانه، چشمش سیر میکنیم، اما میترسم که یک روز به حرام دست درازی نکنه. به هر صورت من میفهمم که چه قسم برا بیارمش. زلیخا زنده باشی دختر.